یه همچین مداری، یعنی قشنگ میخوام الان روی بورد همین رو تست کنم. وقتی پرشر فن وصل بشود اینجا خروجی 0 ولت، یعنی همون منفی به 9 0 ولت رو ارسال میکنه. ببینید جام نکرد. خروجی که داره به میکرو ارسال میکنه 5 ولت. خب الان پرشر فن رو جام کردم، ببینید صفر شده خروجی. آیسی آپ هم اومد خروجی رو صفر کرد، دو تا ولتاژ رو با هم مقایسه کرد. توی این ویدیو میخوام مسیر پرشر فن رو در بورد پکیج آریستون مدل میکروتک براتون کامل واکاوی کنم و کامل مدارش رو و نحوه عملکرد مدار پرشر فن رو توی این بورد براتون تشریح کنم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین که نکات آموزشی بسیار عالی این ویدیو رو از دست ندید. واقعا به اندازه یک دوره آموزشی این ویدیو ارزش داره. تا آخر ویدیو رو حتما ببینید. لایک و کامنت های شما به ما قطعا انرژی میده که بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون بسازیم. سلام خوش اومدیم به چنل شهر بورد. بریم که مسیر پرشر فن رو در بورد آریستون مدل میکروتک با هم دیگه بررسی کنیم. خب این دو تا پین مربوط به فازنال برق شهری هستش. من با لامپ تست بورد رو به برق زدم. این دو تا پینم اینو من بکنم. این دو تا پینی هم که این بالا هست، ببینید این دوتا اولیه میشه برای پرشر فن. یعنی وقتی فن وصل میشه این دو تا پایه باید با هم دیگه متصل بشن که حالا ما میتونیم کلید بذاریم تو مدلایی که دستگاه فن داره. ولی خب میتونیم جامپ هم بکنیم. من اینجا الان جامپ میکنم. خب بذار یک توضیح کلی در موردش بگم و بریم ادامه مسیر. خب من الان برد به برق نزدم هنوز. وقتی برد به برق نیست شما میتونید مسیریابی رو موقع انجام بدید، چون تست بوق میخواید بگیرید و برد نباید به برق وصل باشه. من مولتیمتر رو میذارم روی تست بوق. خب ببینید این پین، من دوربین یه مقدار فیکس کنم که بتونید راحت تر ببینید. خب ببینید این پین از پرشر فن بس میشه به منفی مدار. من تست بوق رو امتحان کنم. خب پس یه پراپو میزنم سر این پین، یه پراپو میزنم به منفی مثلا منفی رگولاتور. ببینید پس اون پین منفیه. پین دیگه از پرشر فن باید ببینیم به کجا وصل شده. این پین دیگه پرشر فن وصل میشه به پایین این مقاومت. ببینید داره تست بوقم میزنه. حالا همین نقشه هم براتون میکشم که کامل براتون مطلب جا بیفته. یعنی واقعا منظور یک دوره کامل این ویدیو ارزشمنده، چون یه جوری تمرین مسیریابی هم براتون میشه. پس من از پین شروع میکنم، پینو میکشم. یه سوکت 6 پین هست، 1 2 3 4 5 6. پس این پین منفی هستش. این یکی پین اومده برای یک مقاومت. من مقاومت رو اینجا میکشم که یه مقاومت هم که نشه. این دوتا مقاومت رو من کشیدم. پس این پین اومده برای پایین این مقاومت. خیلی ساده و روون. حالا ببینیم سر دیگه مقاومت به کجا رفته. این دوتا هم به هم وصلن. این دوتا به هم وصلن. یعنی این پایه از پرشر فن، یعنی بردو میارم که مطلب براتون واضح بشه. این پایه از پرشر فن هم وصله به این پایه هم به این پایه. این دوتا به هم وصلن. حالا سر دیگه مقاومت ها به چی وصل شده؟ از این مقاومت بزرگه ما شروع میکنیم. این مقاومت بزرگه وصل شده به خروجی رگولاتور 7805. این رگولاتور 7805 هستش. ببینید. پس بالای این مقاومت ما 5 ولت رو داریم. اگر یه سر پراپ من اینجا بذارم، سر دیگه پراپ اینجا بذارم، باید مولتیمتر به من 5 ولت رو نشون بده. درست؟ پس اینجا ما 5 ولت رو داریم. من روی نقشه هم همین رو می‌نویسم. مثبت 5. اوکی؟ این دوتا هم به هم وصلن. خب ببینید سر دیگه این مقاومت به کجا رفته. میتونه خیلی برای ما مهم باشه. خب سر دیگه این مقاومت میخوره به این پایه. ببینید این پایه است. یه جو بگم که شما هم ببینید. این پایه اینجا. این پایه از این آی سی. یعنی اگر حساب کنم ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 برای پایه شماره 11 آی سی. اسم این آی سی LM339 هستش. یک آپ امپ هستش که حالا توی این آی سی دو تا آپ امپ ما داریم. یه آی سی آپ امپ هستش. من همین رو میکشم. آی سی چی بود؟ LM زیر می نویسم LM300
39. خب 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. اوکی. پس این سر آیسی خورده به 1 2 3 به اینجا، به این پایه خورده. من همین رو میکشم. اوکی. حالا اگر دیتا شیت این آیسی رو ما بگیریم، با یک همچین دیتا شیتی مواجه میشیم. یعنی بین این پایه و این پایه ما یک آپ امپ داریم که این آپ امپ میاد به این پایه خروجی میده. یعنی این دوتا ولتاژ رو با هم مقایسه میکنه و در نهایت یک خروجی رو به میکرو میده. یعنی این پایه از این آی سی که میشه پایه خروجی این آپ امپ باید به میکرو کنترلر، به این میکرو باید وصل شده باشه. حالا همین رو ما توی تست بوق هم امتحان بکنیم. یعنی از سمت راست، یعنی پایه شماره 13 میشه دیگه، هفته اینور هفته اینور، این میشه پایه 13. پایه 13 خروجی این آپ امپ هستش که باید بره برای میکرو. اینم با هم دیگه ببینیم. یعنی اینجا این پایه. حالا من حالت کبریتی میکشم که پایه رو پیدا کنیم. هر جا که مولتیمت بوق زد، ببین اینجا بوق زد. پس این پایه اومده برای اینجا، برای میکرو. یعنی دقیقاً خروجی رفته برای میکرو. اوکی؟ من همین رو دوباره میکشم. با این نوع مسیریابی هم شما آشنا بشید که حالا بعدش بشینید تحلیلش کنیم. یعنی اگر میکرو باشه مثلا برای این پایه، پس این خروجی هم میاد برای میکرو کنترلر. اوکی؟ یعنی اینجا خروجی برای میکرو کنترلر، اینجا میشه یه ولتاژ ورودی، اینم میشه حالا به نوعی ورودی دیگه. یعنی اینجا از این قسمت میتونه ولتاژ منفی بیاد. اینجا گفتیم پرشر فن هستش دیگه، وقتی کلید پرشر فن وصل میشه ولتاژ منفی از این قسمت میاد و میتونه از این مقاومت رد بشه و بره برای ورودی آپ امپ. حالا باید این پایه ورودی هم ببینید. اینجا میشه این 1 این 2. این پایه میشه منفی مدار که به منفی وصل میشه و این پایه هم میشه مثبت VSCC. این پایه هم که GND. خب پس ما الان باید این پایه رو پیدا کنیم که ببینیم به چی متصل شده. من بورد رو بیارم. مولتیمت روی تست بوقه، اینو باید بگیریم دیگه. حالا این پایه سوم، اینجا این پایه. پس من یه سر پراپ رو میذارم سر این پایه سوم، سر دیگه پراپ رو اگر تست بگیرم میخوره به این مقاومت، این مقاومت اولی که اینجا هست. میخوام یه جوری بذارم که شما هم ببینید. ببینید اینجا بخورده. حالا سر دیگه مقاومت به چی میرسه؟ میرسه باز به خروجی مثبت 5 ولت رگولاتور. اوکی؟ پس یه همچین حالتی میشه. یعنی اینجا من این مقاومت رو میکشم، اینجا دوباره مثبت 5 ولت، اینجا میرسه به مقاومت. حالا ببینیم یه همچین مداری، یعنی قشنگ میخوام الان روی بورد همین رو تست کنیم. یک همچین مداری تو وضعیتی که این کلید، این دوتا پایه به هم وصل نیستن، این آپ امپ چه خروجی میده و تو وضعیتی که این دوتا پایه وصل میشن چه خروجی به میکرو میده. ما این رو باید ببینیم. حالا من یه توضیح همینجا میدم بعد روی بورد ببینیش. وقتی که وصل نیست، پرشر فن ما وصل نیست، اینجا یه خروجی 5 ولت رو آپ امپ ارسال میکنه. وقتی پرشر فن وصل بشود، اینجا خروجی 0 ولت، یعنی همون منفی به نوعی 0 ولت رو ارسال میکنه. پس یه بار اینو من می‌نویسم. پرشر فن که میشه این دوتا پایه اگر قطع باشه، خروجیمون، ما داریم در مورد این لاین صحبت میکنیم، خروجیمون مثبت 5 هستش. پرشر فن اگر وصل بشه، خروجیمون 0 یا منفی میشه. حالا تو این مدار هر کدوم از اینا میتونه خراب باشه، خود آیسی میتونه خراب بشه، مقاومت‌ها، قلمردگی و هر کدوم از این قطعات که تو مدار هستن امکان داره خراب بشه. این که من بگم مثلا من یه بوردی داشتم که بورد آریسون میکرو تک داشتم که مثلا این مقاومت رو عوض کردم، خطای پرشر فنم برطرف شد، این حرف درستیه ولی حرف کاملی نیست. کاملش اینه که بگیم این مداره، این آیسی تو مداره، این مقاومت اینا همه تو مدارن، هر سری میتونه یکی از اینا خراب بشه. شاید این سری این مقاومت خراب شده، شاید سری بعدی مقاومت کناریش خراب بشه، شاید سری بعدی آیسی آپ هم خراب بشه و نشون نمیده. اینجوری ما باید ببینیم که آقا کدوم
قطعات تو مدار هستن که هر کدوم امکان داره خراب بشن که بارها ما دیدیم که توی هر عیبی یک سری از قطعات هست، توی هر عیبی که به هر بلوکی مربوط میشه و امکان داره هر کدومش خراب بشه. بارها من دیدم که حالا یه بار یه مقاومت بوده، یه بار یه مقاومت دیگه، یه بار آیسی بوده که تو مدار بوده، یه بار خازن بوده و الی آخر. حالا ما توی دوره کلیدی برد پکیج تک تک مدارها رو مسیریابی کردیم، تک تک خطاها رو و انواع مدارها رو همه رو مسیریابی کردیم تو بردهای مختلف. حالا همین بردم توی دوره داریمش ان و میتونید دوره کلیدی رو تهیه کنید و مسیرها رو کامل اونجا ببینید. یعنی به راحتی میتونید مثل آب خوردن دیگه تعمیرات انجام بدین. و این نکته من بارها گفتم، کسی که بتونه مسیریابی خوب و کاملی انجام بده میتونه تعمیرکار برد بشه. یعنی مسیریابی درست میشه خودش بالای 50% موفقیت. یه بقیش برمیگرده به باز کردن قطعه، تعویض قطعه، اینکه شما اصلا قطعه داشته باشید که جاش بذارید. مثلا ما الان فهمیدیم که به عنوان مثال میگم این آی سی آپ هم خرابه، خب من باید داشته باشم این آی سی که جاش بذارم، این نداشته باشم کارو پیش نمیبرم. پس خود تامین قطعه هم میتونه خیلی مهم باشه. خب بریم همینو ما ببینیم و ولتاژها رو بگیریم. من برد رو به برق زدم، لامپ تست رو من روشن میکنم. پرشر اینجا الان قطعه، اینو گذاشتم که حالا این دو تا پایه رو جامپ کنم. پرشر قطعه. مولتی متر رو میذارم روی تست ولتاژ دی سی. برد رو روشن میکنم. خب من اول خروجی رگولاتور رو بگیرم. خب کامل ببینید، مدارم داشته باشیم. اوکی. ببینید ما اینجا الان 5 ولت رو داریم، یعنی اگر یه سر پراهو بزنم به خروجی رگولاتور بزنم به منفی، ببین 4.9 ولتاژ داریم. حالا ببینیم سر این پایه ما چقدر داریم. ببین از پایین اینجا میشه 1 2 3، اینجا این پایه. ببین یه سر پرا هم رو منفیه، یه سر دیگه پرا حالا شاید بیاد جلوی دوربین. بعد بذارم سر این پایه اینجا. چون ولتاژ گیری بحث خیلی حساسی هست و نباید دست بلرزه، دیگه باید خیلی مراقب باشید. حالا من به جایی که اینجا رو بگیرم میتونم اینجا هم بگیرم که دیگه امکان اتصالی از بین بره. پس اینجا رو بگیرم انگار که اونجا رو گرفتم. ببینید 4.6 ولت ما اینجا ولتاژ داریم، یعنی سر این پایه ما 4.6 ولت ولتاژ داریم. حالا اینجا رو میخوام بگیرم، حالا بخوام اینجا رو بگیرم امکان داره که دستم بلرزه، میتونم اینجا رو بگیرم، فرقی نداره، یعنی سر این مقاومت رو بگیرم. یعنی یه سر پراپ به منفی، یه سر دیگه پراپ میزنم به این مقاومت. ببینید اینجا هم 4.7 ولت، یه در حد 1 اختلاف. این وضعیتی هستش که پرشر ما هم جامپ نیست. حالا بریم برای خروجی رو میخوام بگیرم اینجا، یعنی ببینیم الان تو این حالت داره چه خروجی به میکرو میده این آی سی آپ هم. من اینجا یه سر پراپ رو دیگه مجبورم که بزنم روی خود پایه. حالا شاید دستم بیاد جلوی این آی سی و شما نمیدید، ولی خب ولتاژ رو نگاه کنید شما. پس یه سر پراپ روی منفی، یه سر دیگه پراپ اینجا. ببینید الان داره 4.9 ولت برای میکرو ولتاژ رو ارسال میکنه آپ هم. یعنی اینجا خروجی ما تقریبا 5 ولته. اینجا من نوشتم پرشر فنمون قطعه، ببینید جامپ نکردیم. خروجی که داره میکرو ارسال میکنه 5 ولته. حالا پرشر فن رو میخوام جامپ کنم، یعنی اینطوری ما به همین شیوه کامل بردهای مختلف رو توی دوره کلیدی تحلیل کردیم. یه دوره ارزشمند برای شما میشه که ان شاءالله بتونید تعمیرات رو انجام بدید و باش درآمدزایی داشته باشید. حالا برای اینکه دوره کلیدی هم داشته باشید، من آیدی ادمین تلگرام رو اینجا براتون هم می‌نویسم رو صفحه، هم پایین توی توضیحات و دیسکریپشن این ویدیو براتون میذارم. خب حالا من برم پرشر رو جامپ کنم. خب اینو میذارم به اینجا، اینم میزنم اینجا. اوکی. خب الان پرشر فن رو جامپ کردم. حالا باید ببینیم که خروجی اینجا ولتاژ پایه ها و خروجی چه تغییری کرد. اول ولتاژ این پایه رو میگیرم که میشه یکی از ورودی های آب پمپ ما که گفتیم میرسه به سر این مقاومت. یعنی اگر سر این مقاومت رو ولتاژ بگیرم انگار که اینجا رو گرفتم، فرقی نداره. برای اینکه اتصالی خدا نکرده پیش نیاد. پس یه سر پراپ اینجا، یه سر پراپ اینجا. ببینید شد 0 ولت. ولی تو وضعیتی که پرشر فن قطع بود اینجا 5 ولت بود. پس الان این شد 0، اینجا شد 0. حالا این پایه هم بگیرم. این پایه هم خورده به سر این مقاومت. ببینید این چه تغییری کرده. این همون 5 ولت مونده، 4.7. اوکی.
حالا بریم خروجی رو بگیریم. من باز دستم میاد جلوی ویدیو چون امکان اتصالی وجود داره و خب حساس هست شما، ولی خب شما اینجا ولتاژ رو دقت کنید. این میشه ولتاژ خروجیمون که بعد ببینید چه فرقی، یعنی وقتی پرشر ما وصل کردیم خروجی چه فرقی کرده. ببینید صفر شده خروجی ما. پس پرشر فن رو که ما وصل کردیم، آی سی آپ هم اومد خروجی رو صفر کرد، دو تا ولتاژ رو با هم مقایسه کرد و با تغییر این ولتاژ بالاییه اومد خروجی رو صفر کرد، این آی سی آپ پمپ ما. حالا توی مدار پرشر فن از فقط از یه دونه از آب پمپ که توی این آی سی هست استفاده شده، چون توی این آی سی 2 تا آب پمپ هست، ببخشید 4 تا آب پمپ هستش و از یه دونهش حالا توی این مدار استفاده شده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و مطلب براتون جا افتاده باشه. حالا سعی کردم با زبان ساده صحبت کنم که از اونی که حالا کمتر اطلاعات داشتن در مورد الکترونیک و تعمیرات برد متوجه بشن. ما توی دوره کلیدی برد پکیج مسیرهای مختلف بردهای پکیج رو به طور کامل با همین شیوه براتون مسیریابی کردیم و میتونید با تهیه دوره کلیدی یک ارزیابی کامل و اصولی، یک ارزیابی علمی رو داشته باشید با روش تحلیل مدارات که بتونید به راحتی تعمیرات رو انجام بدید و ان شاءالله با امید خدا درآمدزایی داشته باشید. تو این اوضاع اقتصادی بتونید یک کمک درآمدی برای خانواده باشین. اگر تعمیرکار هستید بتونید درآمدتون رو ارتقا بدید. خب لایک و کامنت های شما هم که قطعا ما انرژی میده و میتونید توی کامنت ها بگید که در مورد چه موضوعی براتون ویدیو بذاریم. موفق و پیروز باشید.